با سرشکافی هرنج چند نفر از اعضای گروه از طریق کانال و چند نفر از طریق میله اول وارد قنات کولک از شگفت‌انگیزترین قنوات استان سیستان و بلوچستان میشویم. فقط من با یک کفش میام. در بدو ورود زیر میله اول قنات برای تنظیم اکسیژن و وفق دادن بدن به شرایط دمایی توقف کوتاهی انجام میدیم. عالیه ولی واقعا خوفناکه. قنات کولک در هیچان 7 میله دارد که به فاصله 20 متر از همدیگه احداث شده. در عمق 5 متری از سطح میله های قنات مسیری کوتاه در سطح زمین اما طولانی در دل زمین را با هیجان خاصی طی می‌کنیم. میله های قنات در واقع در فاصله معمولا 20 متری 25 متری است. جلوتر هم هست درسته؟ آره 3 4 تا دیگه. آره دیگه برای تنفس مشکل نداریم. طول قنات از مظهر تا انتهای هرنج 700 متر و از هرنج تا انتهای قنات 200 متر می باشد. دالان قنات در برخی نقاط عریض و برخی از نقاط به سختی قابل عبور است. یکی از قنات های واقعا بی‌نظیر هست، بسیار خوفناک هست که دبی آب بسیار بالایی داره و ما با سختی داریم از این مسیر عبور کنیم. امیدواریم که اتفاقی برای ما نیفته. شرایط مناسب دمایی قنات زیستگاه مناسبی را برای مارمولک ها و خفاش ها فراهم کرده بود و با وجود خفاش احتمال وجود مار در این قنات نیز بسیار بالا بود. مجموع قنات های هیچان که به موازات همدیگه ساخته شده یکی از مجموع قنات هایی است که تاکنون بدون دستبرد انسانی و فرسایش طبیعی به قوت خود باقی مانده است. با احتیاط مسیر را طی می‌کردیم. ما بین میله های 4 و 5 قنات در حال ضبط مصاحبه بودیم که جلوتر از ما اعضای گروه با یک صحنه رعب‌آور مواجه شدند. مار هست اونجا؟ اسفاله دقیقاً در مسیری که ما میخوایم عبور کنیم. حالا خدا کنه که انشالله آسیب نزنه. کجا رفت؟ اینا مار آبی نیست، اینا ماری که از گرما میاد از داخل میله میاد داخل اینجا دیگه نمیتونه برگرده. حدود 2/3 مسیر قنات را طی کرده بودیم و از این نقطه به بعد آب از دیواره های قنات به صورت آبشاری به داخل کانال جریان پیدا می‌کرد. جریان آب در واقع جداره‌های شرقی خود قنات مشخص است که در واقع تغذیه این قنات بیشتر در واقع سمت شرقی هست و جریان یک رودخانه در واقع در